ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 29 ساله ساکن شهر دوشنبه که پیش با مدت‌های 252 و 244 کد جنایی جمهوری تاجیکستان سود شده است با گمان صادر نمودن جنایت روزانه دستگیر کرده شد. نام برده 13 آگوست سال 2018 با همراه رفیقانش مردان 26 و 29 ساله ساکنان شهر دوشنبه و نویه ورزاب با مصلحت پیشکی با مقصد روزانه تخمینا ساعت 23:00 دقیقه در راه ماشینگرد کوچه نصرت الله مقصوم پایتخت مرد 40 ساله ساکن نویه عینی را در автомашинаи тамғаи مرسدس بنز سوار نموده کارد در دستشان بوده را به گلوی جبریده گذاشته تهدید کشتن کرده از او 470 سومونی و 2 عدد تلفن موبیلی را گرفتند. اوید به این حادثه پرونده جنایتی با ماده 249 قسم 3 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. از جانب کارمندان میلیس پرونده جنایتی با ماده 110 قسم 2 و 237 قسم 3 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت مرد 32 ساله ساکن نویه مشچو آغاز کرده شده است. 17 مارس سال 2023 تخمین ساعت 14:00 دقیقه نام برده در میدان بازی فوتبال ورزشگاه واقع در دهه تارکند نویه مشچو از احسیات افباشی با مرد 37 ساله ساکن نویه مذکور جنگ و جنجال نموده با چوب به سر او یک مرتبه زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت جسمانی برداشته است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه سینا عریضه زن 36 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که از ماه دکمبر سال 2022 تا ماه فوریه سال 2023 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا یکچند عدد متاعهای گوناگون زنانه نو پپلین را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. ضرر رسانده شده 21540 سومونی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا زن 30 ساله ساکن نویه فیض‌آباد همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر باختر با عریضه زن 31 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که 24 مارس سال 2023 تخمین ساعت 09:00 دقیقه شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا 3000 سومانی و جواهرات گوناگون طلایی و نقره‌گی را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. ضرر رسانده شده 60000 سومانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا نابالغ 17 ساله ساکن همین شهر با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید بین حادثه‌ها تفتیشات ادامه دارد.